بهلول روزی در وسط جمعیت کنار خیابان داشت مردم رو وعظ و نصیحت میکرد. هارون الرشید از راه رسید و از او پرسید چه میکنه بهلول؟ گفت آمدم این انسانها رو با الله آشتی بدم. گفت آشتی کردن؟ گفت الله قبول میکنه ولی اینها حاضر نیستن، اینها قبول نمیکنن، اینها آمادگی آشتی با الله رو ندارن. روزها گذشت، روزی هارون الرشید بهلول رو در قبرستان از او سوال کرد بهلول اینجا چی میکنی؟ گفت آمدم اهل قبور رو با الله آشتی بدم. گفت آشتی کردن؟ گفت امروز اینها حاضرن، آمادن، قبول کردن آشتی کنن، اما الله دیگه الان قبول نیست. برادران، خواهران گرامی، قبل از اینکه روزی برسد و ما بخوایم با الله آشتی بکنیم و الله قبولمون نکنه، وقتش الان آشتی بکنیم قبل از اینکه درهای صلح، درهای مغفرت بسته بشه. قبرستان، ما امروز به قبرستان آمد، جایی که خانه ابدی و خانه آخرت ما. قبر اولین منزل از منازل آخرت. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز و گاهن در هر نماز